روز قراره با هم 3 ساعت توی این هوای بادی تو تراس باشیم و ما دو تا آپشن داریم: لباس گرم و ایستادن تو اینجا به مدت 2 بار به مدت 1 دقیقه که یکم عباد خلاص شم، حداقل یکم چیل کنم. و دو کاری که باید انجام بدم اینجا: باید نهار بخورم و توی بیرون داد بزنم من دوست برم. ببینید این چالش خیلی آسونی هستش، زیاد سخت نیست. حالا من تصمیم گرفتم که لباس گرمو حذف بکنم چون زیاد واقعا به کارم هم نمیاد. ساعت تقریبا 1:30. چالش من از همین الان شروع شدش، پس من باید اینجا 3 ساعت اینجا بمونم. یکم سخته، هوا داره خیلی سردتر میشه. اون ویدیویی که براتون گرفتم واقعا اینجا مه بود و هوا به 20 درجه هم حتی رسید، شاید باورتون نشه. خب اینجا الان ما میمونیم و دیگه چالش هم شروع شده. ساعت 1:30 تقریبا. اون موقع که شروع کردم 1:20 بودش و الان دیگه چالش هم شروع شده. نمیدونم باید چی کار کنم اینجا. سرگرمیم هم هیچیه، فقط الان باید از این فضا لذت ببرم و چون مامانم غذامو آورد. بفرمایید. مرسی. خب آقا الان من یکم گوشیمو دیدم، ساعت الان 20 دقیقه مونده به 2. از چالش خیلی مونده. خیلی خوبه. واقعا خیلی خورم، سیرم هستم. خب اولین چالش ولی اولین چالش رو انجام دادیم و هنوز هم از اون چیزم استفاده نکردم. 2 بار 1 دقیقه اینجا واسم که چیز باشم استفاده نکردم، با اینکه خیلی سرده ولی خب ذخیره میخوام بکنم برای برای زمانهای دیگه. کاری نداریم بکنیم دارم سرما میخورم، سلام یکم گرفته واقعا. کنه سرما نخورم. چقدر باده، چقدر سرد شده، وای خدای من. ببینم ساعت چند؟ ساعت 2 وای بچه ها. شاید من چالش کنم سراف بدم ولی هنوز تصمیم نمیشم، خیلی سردمه. میخوام اون 1 دقیقه رو استفاده کنم. اعتراف میکنم خیلی خوبه، قشنگ گرمه. 20 ثانیه شد.
32 33. خب بچه 1 دقیقه شد. پس باز هم من تحمل میکنم و گوشیمو میبینم. بریم اون چالش رو انجام بدیم. بعد داد بزنیم که من گوشی برم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم زشت نباشه چون اینجا 50 طبقه است. طبقات پایینم 100% یه ایرانی فکر نمیشه دیگه. به هر حال چیز دیگه. خب امیدوارم زشت نباشه ولی خب این چالش انجام دادیم. خدا شکر همسایه‌مون نیست وگرنه این چالش دیگه نمیگرفتم. بچه به خدا گوشیم داره دستم میفته. چرا انقدر باده؟ گوشیم رو میخوام اینجا بدارم تست بکنید. یعنی تست بکنم ببینم. نه تکون نمیخوره. عجب بادیه. خیلی باد زیادیه. برای من یکم سرعت بدم به ویدیو. یکم سرعتش کنیم. برای من بهشون یکم ویو نشون بدم. بچه ها من انصراف میدم. خیلی آسونی هستش. زیاد سخت نیست. حالا من تصمیم گرفتم که لباس گرمو حذف بکنم چون زیاد واقعا به کارم هم نمیاد. من انصراف میدم. خیلی سرده. الانم صدام گرفته. خداحافظ. الان قفلشو میشونم. مامان جان بیا در باز کن. آخیش بچه من اینو دیگه انصراف دادم دیگه. مرسی دیگه. خداحافظ شما. دقیق 1 ساعت و 10 دقیقه من دووم آوردم ولی خداییش خیلی سرد بود. مرسی که انجام ویدیو دیدید. منتظر ویدیوهای خفن دیگه هم توی استانبول باشید. خدا